حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. بچه امروز اومدیم درآمدزایی با گوشی از یوتیوب رو بهتون آموزش بدیم. لطفاً برای اینکه من بچه هم این ویدیو رو نزنید جلو، برای اینکه باید ریز بریز این کارا رو انجام بدید و اصلا اگر هم یکی رو جا بندازید هیچ وقت دیگه نمیتونید ویدیو آپلود کنید، یعنی آپلود نمیشه. اولین کاری که میکنید شما وارد یوتیوب خودتون میشید. خب این الان چنل منه. خب من مثلا الان اینجا، شما باید یوتیوب استودیو رو دانلود داشته باشید. اگر ایران هستید از گوگل پلی دانلود نکنید، از مارکت دانلود کنید یوتیوب استودیو رو. اینجا ویدیوتون رو روی این میزنید، ایجاد کردن رو میزنید. این بس من بیام اینجا برای شما اون وسط گردی به علاوه. حالا من اینجا ایجاد کردن رو میزنم. اینجا که ایجاد کردید دیگه ویدیویی که مد نظرتونه رو میزنید. مثلا این من میزنم، بعدی رو میزنم. الان من نمیخوام اصلا این ویدیو رو آپلود کنم چون یک بار آپلود کردم. اینجا میتونی عنوان ویدیو رو بنویسید، یعنی بهترین اتچمنت های کالاف مثلا برای من اینه، مثلا ویدیو. اینجا این هر کی که اینجا خصوصی، یعنی فقط افرادی که انتخاب میکنید میتوانند مشاهده کنن. یعنی شما باید انتخاب کنید که آیا این ببینه ویدیو رو یا نبینه. هر کسی که پیوند را دارد میتواند مشاهده کند، یعنی شما این ویدیو رو برش فرستادید و اون داره میبینه. عمومی هم که هر کسی میتونه ببینه. تنظیم به عنوان اولین نمایش فوری، یعنی اون ویدیو رو که آپلود میکنید همینجوری کامنت، یعنی مثلا همه آنلاینن و یه جوری مثل لایوه اما الکیه. یعنی اون ویدیو رو آپلود میشه و شما دارید داخل کامنت ها صحبت میکنید مثل یک لایوه و خیلی خفنه، ولی من همه عمومی رو ترجیح میدم. اینجا انتخاب مخاطبان، اینجا برای کودکان، اگه برای کودکان ساخته شده اینا ببین اصلا برای کودکان نزنید. اصلا کودکان منظورش نیست 12-13 ساله ها. کودکان منظورش اونایی که 5-6 ساله هن. اصلا نه، برای کودکان ساخته نشده است رو بزنید. محدودیت سنی پیشرفته، اگر مثلا یه چیزی گفته بشه که مثبت 18 خب بزنید برای بالای 18 سال، اما اگر نگفتید همون پایین 18 سال خوبه. اینجا من الان بارگذاری رو میزنم یک بار دیگه، یعنی من 2 بار این ویدیو رو دادم برای شما، بخاطر شما باید این ویدیو رو 2 بار چیز کنم. حالا اینجا ما ویرایش تنظیمات پیشرفته در استودیو رو میزنیم که اون یوتیوب استودیو هستش، میزنیم روش و میریم اینجا استاپ، بریم داخلش. من خودم تازه شروع کردم و فهمیدم که چجوریه. اینجا یه سری چیزهای دیگه به شما میاره، مثلا اینو مثلا میزنیم اتچمنت رو میزنیم، عمومی رو بزنیم. این هم که همون عمومیه. مکان اگر بخواید مثلا من تهرانم مثلا من تهران. بعد اینجا نبره گروه ساخته. خب اینجا اگر ویدیوی کالافه یا مثلا ویدیوی گیمه بزنید. خب من چون برای کالافه اینو میزنم، این اصلا کاری نداشته باشید. این برای ادیتور و این چیزاست. آخری مثلا اگه ادیتور میخواید این چیزا اینو میزنید، میگیم مثلا بله. برچسب ها، مثلا افزودن برچسب، ویدیوی گیم مثلا میزنید گیم. اجازه فقط ریمیکس صوتی مجسمه، ریمیکس صوتی به تصویری. من همین اولی رو میزنید. تبلیغ پولی، آیا این ویدیو تبلیغ پولی دارد؟ ببین
اگر میخواید از این پول در بیارید، خب اینجا تبلیغ پولی رو میزنید و حالا کاری هم نداریم. بعد اینجا حالا اگر میخواید میتونید بزنید، اگر هم نمیخواید نمیتونید بزنید. افراد و بلاگ ها اون چیزا مثلا بازیه، اگه اینا مثلا انتخاب دستبندی چین چیزاست، مثلا آموزش اتومبیل ها یا وسایل نقلیه، اخبار و سیاست، حالا این چیزا حالا برای من بازیه. اینجا اوکی و میان بیرون. این بالا رو میبینید یه خودکاره. اینجا شما میتونید عکس ها رو مثلا اینجا عکس بزنید، یعنی عکس مثلا دیگه مثلا چی بگم، مثلا هر کی حالا مثلا مزیاد دید مثلا ویدیو رو آپلود میکنه، یه عکس خیلی خفنه و مثلا من با فوجی خواستگاری این چیزا. آره مثلا شما مثلا من اینو بزنم موقعی که آپلود میشه دقیقا با همین عکسه، بعد ما اینجا تمام مثلا میزنیم و ذخیره میکنیم. بعد شما وارد یوتیوب استودیو میشید، یعنی همون یعنی وارد همینجا میشه. مدت زمان ویدیو اگر میخواید مثلا اینجا یه چیزی هست که کی میخواید ویدیو رو آپلود بشه. من الان همین ویدیو اتیچمنت ها رو فردا ساعت 12 ظهر اوکی کردم، یعنی ساعت 12 ظهر تموم میشه. این ویدیو هم فکر کنم برای فردا ساعت 2 یا 3 اوکی میشه. تا ویدیو بعدی فعلا خدا حافظ. اگر که آپلود ویدیو در آپارات هم میخواهید لطفا بهم بگید که داخل چنل آپاراتمون گفته بودم. و آره دیگه فعلا خدا حافظ. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.